من تو این دوره وقتی کمپین پرزیدنت ترامپ، برگردید 8 سال پیش کمپین پرزیدنت ترامپ رو ببینید، متد رفتاریش رو ببینید، اون درجه از گستاخی و اون درجه از خودخواهی رو ببینید در پرزیدنت ترامپ. وقتی داره با مردم صحبت میکنه همه رو داره از موضع بالا میبینه. با نزدیکان خودش بله خیلی نزدیک بود، به کسایی که اعتماد داشتن بله، ولی بقیه همه رو ریز میدید. و یه چی میگن، تبختر میگن، میدیدید توی رفتارهاش. فکر نکنید اصلا خود ما هم بعضی وقت اینجوری هستیم ما. ولی این دوره وقتی تو کمپین پرزیدنت ترامپ میدیدید، یک ترامپ متفاوتی بود. توی پرزیدنت ترامپ جهت اطلاعتون دست نمیداد با آدم ها و بعدش میومد، اگه جایی مجبور بود میرفت دست میداد. اون دوره حالا 8 سال پیش قبل از اون اصلا جزء چیزایی میگفت جرم منتقل میشه از طریق دست دادن ها و از طریق آدم ها، یعنی یک رفتارهای خیلی خاصی رو داشت. و بعد از باختش این صحبتایی که ما از لارا ترامپ شنیدیم سری قبل وقتی که با تقلب اعلام کردن که شکست خورده، برای 3-4 روز پرزیدنت ترامپ غذا نمیخورد، افسردگی گرفته بود، تمام خانواده نگرانش بودن. و بعد لارا میگفت یه جای دیگه مونده بودیم چیکار باید بکنیم، که جمع خانواده نشستیم و گفتیم که تصمیمتون رو بگیرید دیگه، باید گذر کنیم از این قضیه. که میگه یه دفعه سرش رو بلند کرد، نگاهمون کرد، گفت you know what I should run again. گفت همه ما شوکه شدیم توی خانواده یه دفعه. ولی پرزیدنت ترامپ بعد یاد گرفت بیاد کنار مردم، بره مردم رو بغل کنه، ببوسه، دست بده، بچه هاشون رو بغل کنه، بره توی مکدونالد پیشبند مکدونالد ببنده، وایسه کنار کارگرای مکدونالد، کار دردشون رو بفهمه، کار کنه باهاشون، بذاره بهش یاد بدن. همه چیز رو دیگه نمیدونه، مثل 8 سال پیش نیست. به کارگر مکدونالد میگه به من بگو من چجوری سیب زمینی رو باید چیز کنم، الان سرخ کنم. به طرفداراش میگن آشغال، میره لباس آشغالی میپوشه، میره سوار ماشین زباله میشه، ماشین حمل زباله، و از همونجا پرس کنفرانس میره. پرزیدنت ترامپ وارد یک لول دیگه شخصیتی میشه که برای جامعه بسیار جذابه و این باعث میشه که همینجوری رأی ها به سمتش سرازیر بشه.